سلام رفقا، خوش اومدین به یه قسمت دیگه از کانال من. امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی بامزه و در این حال علمی حرف بزنم. موضوعی که شاید تو زندگی روزمره هممون دیده باشیم. چرا وقتی مردا میرن خرید زودتر از خانوما خسته میشن؟ با اون بازی نکن. اوکی؟ یعنی هنوز 2 تا مغازه نرفتیم میگیم که بس دیگه خسته شدم. در حالی که خانوما تازه انرژی میگیرن. خب این موضوع فقط شوخی و کلیشه نیست. پشتش کلی دلیل روانشناسی، تکاملی و حتی فرهنگی هستش. تا آخر این ویدیو با من محمد همراه بمون، چون قراره هم کلی بخندی و هم کلی نکته یاد بگیری و شاید دفعه بعد که بری خرید نگاهت به قضیه کاملا عوض بشه. 1. نگاه به گذشته اجدادی. ببین، اگه برگردیم عقب به اون دوران غارنشینی، نقش زن و مرد خیلی متفاوت بود. مردا بیشتر باید میرفتن شکار، باید سریع، متمرکز و مستقیم باشن. برو یه حیوان بزن، بیارش خونه و تمام. ولی خانوما چی؟ اونا مسئول جمع‌آوری، انتخاب و دستچین کردن دونه ها و میوه ها بودن. یعنی باید کلی جا میرفتن، نگاه میکردن، مقایسه میکردن، بهترین ها رو جدا میکردن. این باعث شد توی مغز خانوما شبکه‌هایی برای مقایسه، توجه به جزئیات و لذت بردن از فرایند انتخاب شکل بگیره. ولی مردا عادت کردن هدف محور باشن. برو بردار بیا. 2. خرید مثل شکار و خرید مثل جمع‌آوری. برای همینه که خیلی وقتا مردا وقتی میرن خرید فقط یه چیز خاص تو ذهنشونه. مثلا یه شلوار جین وارد مغازه میشن، اولین جینی که اندازشونه میگیرن و میرن. ولی خانم‌ها چی؟ حتی اگه دنبال شلوار جین باشن میگن خب بذار ببینیم این رنگش چطوره، اون مدلش چجوریه، قیمتاش رو مقایسه کنیم، شاید تو مغازه بعدی بهترش پیدا بشه. براشون خرید یه سفر لذت بخشه، نه یه مأموریت ساده. پس طبیعیه مردی که ذهنش هدف محوره بعد از چند بار پرو لباس و چرخیدن توی مغازه بگه بس دیگه من نابود شدم. 3. انرژی ذهنی متفاوت. یه نکته دیگه اینه که خانم ها معمولاً توی تصمیم گیری های خرید انرژی بیشتری صرف میکنن، ولی براشون خستگی کمتری داره چون از فرایندش لذت میبرن. ولی برای مردا همون فرایند یه جور کار سخت حساب میشه. شبیه چیه؟ مثل اینکه یکی عاشق فوتبال باشه 3 ساعت بازی میکنه و اصلا خسته نمیشه، ولی یکی دیگه که علاقه نداره همون نیم ساعت اول میگه ولم کن بابا. زنهای ما گوهرند، جواهرند. 4. فرهنگ و تربیت. یه بخش مهمش هم فرهنگیه. از بچگی به دخترها یاد دادن خرید و انتخاب کردن حتی توی بازی‌هاشون باشه. مثلا باربی با 10 تا لباس مختلف. ولی پسرها بیشتر سمت بازی‌های مستقیم و محوری رفتن. فوتبال، ماشین یا یک کار مشخص. این الگو ناخودآگاه وارد ذهن ما میشه و وقتی بزرگ میشیم توی خرید هم خودش رو نشون میده. 5. تفاوت توی مغز. تحقیقات نشون داده قسمت‌هایی از مغز خانم‌ها که به حافظه بصری و تشخیص رنگ‌ها مربوطه قوی‌تر عمل می‌کنه. برای همینه که خانم‌ها وقتی میرن خرید رنگ‌ها و جزئیات رو بهتر به خاطر می‌سپرن. ولی مردها بعد از 3 تا مغازه همه رنگ‌ها واسهشون یکی میشه. واقعاً تا حالا شده به مردها بگی آبی کربنی بعد بگن خب آبیه دیگه. 6. خرید به عنوان یه تجربه اجتماعی. یه چیزی هم هست. برای خیلی از خانوم‌ها خرید فقط خرید نیست، یه جور تجربه اجتماعی. با دوستاشون میرن بیرون، گپ میزنن، قهوه میخورن، پرو میکنن، میخندن. یعنی خرید واسهشون یه تفریحه. ولی مردا خرید رو یه وظیفه میبینن، مثل پر کردن باک ماشین. برو بزن برگرد. 7. نتیجه این تفاوت‌ها. حالا اینا یعنی مردا تنبلن یا زنا ولخرج؟ نه اصلا. فقط نشون میده که ذهن و بدنمون توی تاریخ و فرهنگ متفاوت رشد کرده. پس اگه یه مرد توی خرید زودتر خسته میشه نباید بهش برچسب بزنی. یا اگه یه زن 3 ساعت توی پاساژ میچرخه و آخرش هم نمیدونه چی بخره، معنیش این نیست که ولخرجی میکنه. 8. راهکار برای زوجها. خب حالا میپرسی پس چیکار کنیم که این تفاوت‌ها اذیتمون نکنه؟ برنامه‌ریزی کنیم. قبل خرید لیست داشته باشیم. مردا با لیست راحت‌تر کنار میاد. زمان بذارید. اگه با هم میرین خرید بدونین هر دو حق دارین. یه وقتایی سریع باشه، یه وقتایی هم لذت بخش. همراهی کنید. مردا میتونن خرید رو به چشم فرصتی برای وقت گذرونی با همسر یا دوستشون ببینن. خانوما هم میتونن یه جاهایش سرعتش رو بیشتر کنن.
تجربه مشترک بسازید. وسط خرید با هم قهوه بخورید یا به یه چیزی بخندید. اینطوری خرید تبدیل میشه به یه خاطره، نه زجر. یه نگاه کنید. می‌دونید بعضی وقتا بهترین کار اینه که بهش بخندید. مثلا مردی که وسط پاساژ دنبال صندلی خالیه یا زنی که بعد از 5 ساعت هنوز میگه یه مغازه دیگه مونده. اینا چیزایی که هممون تجربه کردیم. پس به جای دعوا میشه ازش خاطره ساخت. خب رفقا، پس دلیل این که مردا تو خرید زودتر خسته میشن ترکیبی از تاریخ تکاملی، شکار و جمع‌آوری، تفاوت‌های مغزی و توجه به جزئیات، تربیت فرهنگی از بچگیامون و اینکه خرید برای خانم‌ها بیشتر یه تفریح اجتماعیه ولی برای مردا یه وظیفه. هیچ کدوم بهتر یا بدتر نیست، فقط متفاوته. پس دفعه بعد که رفتین خرید یادتون باشه اگه مردتون زودتر خسته شد نذارین اعصابش خورد بشه. معمولا خوراکی برای آقایون جواب میده. لبخند بزنید و آقایون هم لطفاً یکم بیشتر همراهی کنن. آخرش هممون میخوایم خوشحالتر زندگی کنیم، نه اینکه سر خرید انرژی همو بگیریم. اگه این ویدیو بهت کمک کرد حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره. حتما توی کامنت ها بگو توی خرید جزء کدوم تیمی؟ تیم خرید سریع یا تیم چرخیدن و لذت بردن؟ منتظر داستانهای باحال شما هستم. تا دیداری دیگر، بدرود و پاینده باشید. سابسکرایب یادت نره و توی کامنت ها بگو توی خرید حتما توی کامنت ها بگو توی خرید جزء کدوم تیمی؟